سلام مردم ایران، احوال شما خوب است انشالله. راننده تاکسی هستم، تاکسی اصفهان، تاکسی وحدت. خواستم راجع به این روزنامه آرمان که تیتر زده بود آقای پزشکیانو با گورباچوف مقایسه کرده بود یه حرفایی بزنم. و داریم میبینیم علل خصوص تو این 2 هفته که آقای پزشکیان رأی آوردن از طریق آقای ظریف و اون تیمی که بعد از 20 سال 25 سال هنوز همون تفکر و همون ایده ها رو دارن، دوباره اومدن از طریق رأی آقای پزشکیان و عقاید باطلشون رو تو مملکت ایجاد کنن. آقایون آفت زده، آقای ظریف، ببین من خود مردمم دارم این حرف رو بهت میزنم. شما همون ریلی که از همون 20 سال 25 سال پیش بوده گرفتی و همونو داری دوباره میخوای پیاده کنی. ما مردم به لطف خدا ثابت کردیم این نظام دیکتاتور نیست. ما مردم با نیت پاک میایم پا صندوق و این نظام به خوبی از این رأی حفظ میکنه و به حق اون کسیه که ما مردم انتخاب کردیم و رئیس دولت منتخب میکنه. و شما این همه سال کار کردید، این همه سال، البته این اعتماد به نفسی که شما پیدا کردید، اعتماد به نفسی که بهاییت توی مملکت ما پیدا کرده، اعتماد به نفسی که دشمن، برانداز، تجزیه طلب توی این مملکت پیدا کرده به واسطه همین خاندان اکبر رفسنجانی و شما به واسطه همین حمایت های اینا، پولای کثیف اینا میخواین اون جایگاهی که ما مردم دیگه بهتون نمیدیم. آقای پزشکیان گفتم رأی ما به مردم ایران به آقای پزشکیان رأی دادن، نه به عقاید تفکر شما همون رویه رو دوباره داری بازی میکنی. این نظام اسلامی رهبرش دیکتاتور نیست، چه امام خمینی چه سید علی، کاملا آزادانه انتخاب برای هر کسی که ادعا داره میخواد بیاد بازه و میاد. رأی هم که دیدیم تو این همه سال داره میبینیم آورده. علل خصوص شمایی که این همه ادعا دارید و بازم روتون کم نمیشه، بازم دنبال سمخایی هستید. همین باعث شده ما مردم چشمون باز شه، همین باعث شده که ما مردم مطالبه گری بکنیم و امثال شمایی که با پررویی، با اون ذاتی کثیف شیطان، ذاتی کثیف دشمن که تو ذهن وجود شماست، این نسناس بازی رو سر ما مردم دارید در میارید. این مملکت شوروی نیست، این مملکت اسمش ایرانه، ایران اسلامی. این مملکت ما مردم دین اسلامی ها قبول کردیم و داریم تو زندگیمون و تو همه اموراتمون باش امورات میگذرونیم که مثل کشورهای دیگه مثل شوروی کمونیستی نیست. اینا اشتباه شماست، اشتباه اون دشمنه، اشتباه محاسباتی میگن چی میگن، چون فهمی از این میدان ندارید، هیچ فهمی از ما مردم ندارید. این همه کار میکنید بگید ما مردم پشت این نظام مردم ها نداره. بهترین نمونه اقتصاد شادی سالی 1401. این مردم رو شما اگه داشتید همون سال 1401 با این حمایت دولت های غرب، با این همه هزینه اقتصادی و پولی که دستتون بود که نفوذیات شما میتونستید و ما مردم به ادعای شما پشت نظام نیستیم، همون 1401 به اهدافتون رسیده بودیم. ما مردم پس کمونیستاییم، شعارا که بهمون میزنید دنبال دو قطبی بازی و سنی یا شیعه و اینا نیستیم. اگه بودیم 1000 بار ایران خیلی گنده تر از شما توی همه سال اومدن نتونستن. و مهمتر از همه رهبری که مردمیه، رهبری که به پشتوانه مردمی که یک پارچن. چرا این همه علل خصوص تو همین چند روز آقای ظریف داری کار میکنی که این نفاق و تفرقه را این تنش تو جامعه تزریق کنی؟ ما مردمون نیستیم. این خونایی که داره میریزه، این خونایی که به واسطه نفوذی هایی که شما احترام بهشون میذارید، عقایدشون رو دارین القا میکنید، امثال شهید رئیسی ها حذف میکنید، ما به واسطه این خونا بیشتر آگاه میشیم، بیشتر بیناتر میشیم و شما بیشتر از قبل رسواتر. ببین تو 20 سال 25 سال همون بازی ها دارید. پس هیهات به من مردم ایران، من یک پارچه، منی که سنی و شیعه توم نیست، همه با هم
همه با هم یقه این آمریکا رو گرفتیم، یقه امثال شما رو گرفتیم. آقای ظریف این 4 سال خدا ببین روزی که شمر و اون حادثه تو کربلا پیش اومد، خدا چند سال به اون قاتلا، به اون جانیا فرصت توبه داد، فرصت جبران داد. شمر تا آخرین لحظه فرصت توبه و جبران داشت، نکرد. یه کسی مثل کیان ایرانی تواسط کاراشو به چشون به شمر. شما هم همونی، خدا بهتون فرصت داده، توی 4 سال فرصت داده، دنبال نفاق اینا نباشید. ما مردم یک پارچه پشت رهبری هستیم که همه جور مردمیه. چرا اینقدر کار میکنید شما با دشمن که نشون بدین این مردم، این رهبر مردمی نیست، این رهبر مردمیه. اون انقلابیایی که الحق تو گمنامی کار میکنن مردمی هن. رسانه مثل شما ندارن، کاراشون گمنام میمونه. پس نتیجه میگیریم آقای پزشکیان گورباچوف نیست، ایران شوروی نیست، دینی که تو مردم ایران کمونیستی نیست. این مردم یک پارچن، مثل سرزمین ها و شهرهای شوروی نیستن که هر کسی ساز خودشونو بزنن، که همون کاری که شما آقای ظریف میخوای بکنی. لور ساز خودشو بزنه، کرد ساز خودشو بزنه، ترک ساز خودشو بزنه، عرب ساز خودشو بزنه، بلوچ ساز خودشو بزنه، فارس ساز خودشو بزنه. نه، ما به واسطه نسناس بازی یا دشمن که این همه سال تو دنیا این کارا تفرقه ها رو میندازه. تو کلیپ هم گفتم کره رو ببین، کره شمال، کره جنوبی، اما آمریکا، آلمانی غربی، آلمانی شرقی، آمریکا شمالی، مرکزی، جنوبی، ایرلندی شمالی، جنوبی. نونتون تو این تفرقه هاست. ایران این نیست. ایران اگه این بود خدا لیاقت ظهور مهدیه بهش نمیداد. مردم ایران اگه لایق این حرفا ادعا نبودن خدا چنین پرچمیه بهشون نمیداد. یک کسی مثل سید علی روزیمون نمیکرد. مردی که این همه کار کردید نشون بدید مردمی نیست. تو 1401 چه جسارتی تو دانشگاه شریف شد؟ شما چقدر توقع داشتید کشتش تازی بشه؟ من چطور اون جوانایی که میرن این هزار شهید برای من داره، برای اهدافی من، عقاید من، عقاید اسلام، عقاید نظام جونش میده، یا کسایی دیگه چه جوری دیگه جهاد میکنن، من اینا رو نبینم. بعد اونی که میگی میاد تو خیابون اهدافی دشمن بهش القا شده و تو مخش رو اجرایی کنه، تو میخوای من اونا ببینم؟ من اونم میبینم، خطای اونو میبینم، آگاهش میکنم، اما به تو دیگه اجازه نمیدم این چیزی که توی مردم نیست دوباره بخوای القا کنی و بازی کنی به پشتوانه رأی آقای پزشکیان. ما مردم به واسطه خون شهید رئیسی، به واسطه نون حلالی که خدا روزیمون کرده داریم میخوریم. الان منو تو این چند وقته ببینید تا موقعیت گیر میاد سریع گوشی برمیدارم کلیپ میگیرم که هم عادت بشه برام، هم به مردمم این جرب و زرا، این مطالبه گری ها، این احساس مسئولیت ها که کوچکترینشونم و بهشون القا کنم که شما دیگه از اسم ما، از رأی ما، رأیای پاکی که ما میدیم، دموکراسی پاکی که توی این مملکت حاکمه، من به رأی آقای پزشکیان، حامی آقای پزشکیان احترام گذاشتم. حرفی چیزی بود، ولی شما سال 88 چه جنایتی توی این مملکت کردید و دوباره با همون قانون و همون چیز اومدید تو میدون و رأی آوردید. چرا خدا اون دو قطبی که شما دارید ایجاد میکنین بین انقلابی‌ها و خودتون برای خراب کردن انقلابی‌ها، برای آلوده کردن دامن انقلابی‌ها، برای بدبین کردن ما مردم، خدا این بالانس رو بینتون ایجاد کرد. 10-11 میلیون با هم، شما 10-11 میلیون این ور یک اندازه. تو دوره مرحله دوم 1% بالاتر آقای پزشکیان و دیدید 50% مردم هم شرکت نکرد. حالا 50% همشون که واجد شرایط نیستن، حالا ما میگیم 30% دیگه که من راننده تاکسی به واسطه و برکت و رحمت خون شهید رئیسی که الحق نوکری کرد، انقلاب واقعی نشون داد، انقلابی بودن واقعی نشون داد و شما نسناس داد، دشمنی نسناس، نفوذی نسناس حذفش کرد. من مردم آگاه کوچکترینش که من راننده تاکسی مطالبه گری ها این تریبونا انجام میدم که بشیم اون بالا دست شما مسئولین، دستمون همچین بالا سرتون باشه که حضورمون رو حس کنید. پس داستان
روزنامه آرمان اهدافیه که دیدید سال 1401 پلتفرم‌ها، همین رسانه‌ها، روزنامه‌ها، خیلی از کسایی دیگه از طریق نفوذ پشت این اهداف کسب دشمن در اومدن. الان هم همونه، ناخواسته و خواسته یه خطایی ازشون سر میزنه، یه سوتیایی میدن که لطف خداست. بله، پس ایران شوروی نیست، دین ما مثل دین اونا کمونیستی نیست. ما مردم یک پارچه سرزمین، یک پارچه هستیم با حکومت و رهبری کاملا مردمی که من کوچکترینشون اینجور ها میشن دیگه. ببین ما وقتی مردم که انقدر شریفن چجوری پشت این مرد سید علی مهدی زهرا یار همتون، الله نگهدارتون. یا علی.